هندونه‌ای که چت جی پی تی انتخاب کرده هندونه قرمزی هست یا نه. این یه هندونه توی سال 2025 و با همه هندونه‌هایی که من خریدم متفاوته، چون این هندونه رو به جای اینکه من انتخاب کنم چت جی پی تی انتخاب کرده. چطوری؟ موقعی که رفتم برای خرید هندونه، عکس هندونه ها رو برای چت جی پی تی فرستادم و بهش گفتم که از بین این هندونه ها کدومی که به نظرت هندونه خوبیه. اونم بعد از کلی آدرس دادم، از اینکه هندونه باید خطاش زرد باشه، نزدیک به هم باشه، دور از هم باشه و غیره و اینا که من اون متن اصلا نخوندم، به من آدرس داد که فلان هندونه سمت راست یا سمت چپ هندونه خوبیه. آدرسش خیلی گنگ بود و من ازش خواستم که بهم نشون بده. اونم یه عکس رندر گرفت و این عکس رو برای من فرستاد و با فلش به من نشون داد که این هندونه مناسبیه و من هندونه رو خریدم و میخوام براتون بازش کنم تا ببینید که هندونه‌ای که چت جی پی تی انتخاب کرده هندونه قرمزی هست یا نه. اما به نظرتون استفاده از چت جی پی تی برای خرید هندونه توی سال 2025 و استفاده از تکنولوژی برای خرید هندونه مثل استفاده از تکنولوژی برای کشف حجاب یا افتادن روسری و شال توی ماشین مردم در مقابل استفاده از تکنولوژی برای پیدا کردن الهه حسین زاده، کدومش قشنگ‌تره؟ کدومش به نظرتون کارآمدتره؟ ما از تکنولوژی چجوری داریم استفاده میکنیم؟